همه رفقا، امیدوارم در هر کجایی که هستین شاد و کامگار باشین. قسمی که ما در اروپا یا در فرانسه زندگی میکنین، انسان گاهن به شماره های اورژانس یا اضطراری نیازمنده که ما تمام شماره های اورژانسی و اضطراری که در فرانسه وجود داره به شما اینجا میگذارم و شما لطفا به کسایی که در فرانسه زندگی میکنن به این شماره ها را به اونا هم بفرستین، چون انسان هم گاهن نیاز به همچون شماره های نیاز داره و نیاز نیست که اگر شما به زبان فرانسوی صحبت کردن نتونین، میتونن به انگلیسی و فارسی هم مشکل خود حل کنن با این شماره های اضطراری و رایگان. اگر شما خدای نخواسته مریض شدین به 15 تماس بگیرین به خاطر دریافت کمک. اگر جای دیدین آتش سوزی و یا حوادث طبیعی و غیره رخ داد به 18 تماس بگیرین. اگر به جای احساس کردن جنگ یا احساس ناامنی بود خود شما احساس کردن به 17 تماس بگیرین. به شماره 114 اگر کسی در حالت محلول شما محلول یا ناشنوا بودین میتونیم 114 تماس بگیرین. و همچنان اگر مسکن یا برای چند شب 2 یا 3 شب نداشتین به خاطر پوشاک، جا، غذا و غیره کمک‌های اولیه به 115 تماس بگیرین. همچنان اگر اطفال شما مورد آسیب دید یا خطر یا در معرض خطر بود به شماره 119 تماس بگیرین. یا همچنان اگر شما قربانی خشونت خانوادگی جنسی یا روانشناسی ازدواج اجباری، آزار و اذیت قرار گرفتین به شماره 3919 تماس بگیرین. لطفاً این ویدیو را به تمام دوستا بفرستین. سپاس از شما.